سیل مردم کردن و فکر کردن به زندگیشون چیزی هن که از بچگی تا الان همراه چطور مریضی انگاری؟ تکیه گیرم با هم بیا تنگی گیران بیا بزنم Everybody! هدفشون از زنده بودن و زندگی کردن چه؟ تو چه خونه ای زندگی میکنن؟ یعنی الان وسط شلوغی داره به چه فکر میکنه؟ اصلا توی دنیا وجودش سی کسی مهم هن؟ شبا قبل خوب به چه فکر میکنه تا خوب بره؟ بعضی وقتا دلو میخواد جاشون زندگی کنم، اما میترسم اگه زندگیشون سخت‌تر از موبی، یا اگه پشت این لباسا و خنده ها یه غم و غصه عمیقی وجود داشت، اون موقع چه؟ یه افکار از بچگی تا الان تو سرمه و دنبال جوابشون. میخواستم صدا و هم سینک بشم. الان سینک شد. آره. سلام، خیلی خوش اومدیم به اولین اپیزود از رهاییسم جادویی. اینجا سرای گل شکوفه گیلاس حامی و اسپانسر اولین قسمت برنامه ما. اینجا شما هر آیتمی که مربوط به گل باشه رو میتونین تهیه کنین، از گل خواستگاری گرفته تا گل، من اینو امروز فهمیدم، گل جدایی. اینو خیلی برام جالب بود، گفتن که یکی میخواد از دوستش جدا بشه و امروز اومده گل جدایی گرفته. برای ماشین عروس هم که گل میزنن. هرچی هم که بیاریم اینجا باکس میکنیم برامون، هرچی برای افتتاحیه گل میزنن. چک پول دارم، میخوام بیام پوز بدم، دلار دارم، برام پک میکنین دیگه. خیلی خفن براتون این کار انجام میدم. اگه میخواین حضوری ارسال دارین، ارسال هم دارن. برای مراسم ترحیم هم که تاج گل میزنن. البته امیدوارم به خاطر این چیزا هیچ وقت گذرتون اینجا نیافته. من یه کراش دارم، بعد روم نمیشه برم گل بهش بدم. شما زحمت این گلم میکشین ببرین. ارسال یه چیز خیلی بالی که اینجا بچه‌ها اینجا انجام میدن، ارسال ناشناس دارن. یعنی شما اگه یه نفر روش کراش باشین، آدرس خونه‌شو در میارین، میدین به بچه‌های اینجا و میگین برامون باکس کنین هر چیزی که بخواین، گل باشه، نمیدونم، هر چیزی که میخواین براش بفرستین. بچه‌ها اینجا درست میکنن، خودشون میفرستن، میره دم در خونه کراشتون. دیگه چی بهتر از این؟ بعد من آدرسشو میدم، شما بفرستین. اگه بخواین حضوری هم بیاین که میاین اهرم، خیابون تامین اجتماعی. یه چی بگیم راجع به اینجا؟ چیز دیگه هم هست که نگفته باشم؟ ها، میگه بگی که گلامون خیلی، میشه خودت بگی گلامون خیلی ارزونه. بیا گلامون خیلی ارزونه، بیایم بخریم. بیام بخریم دیگه. ما چی بگیم؟ قدم نمیرسه، قشنگ با هم قدیم. آفرین. شکوفه گیلاس شما رو به اولین قسمت دعوت میکنه. مهمونی که اینجاست و امروز در خدمتش هستیم، بعد از 6 سال قبول کرده دوباره بیاد جلوی دوربین. یعنی اگه همون روزی که فیلمشو من گذاشتم استوری و از توی استوریم وایرال شد، تو دوره‌ای که نه ریلزی بود نه چیزی، و فیلمش سریع رفت خارج و همه دیدنش، اگه قبول میکرد بیاد جلوی دوربین، الان یه آیسان اسلامی بود برای خودش. رحمان رحیم این جانب فاطمه خادمی فردا در وزارت کشور حاضر شد برای کاندیداتوری ریاست جمهوری. ایشالا میخوام با احمدی نژاد ازدواج کنم. خاله گفتم بگوی اطلاف. خاله سلام. سلام خاله، خوبی؟ قربونت برم. سلامت باشی، زنده باشی. چه خبر خاله؟ سلامتی تنت، زنده باشی خاله. خب خاله، از کجا شروع کنیم؟ از هر جا که خود دل دوخوا. خاله خیلی داستان داره
و ما اول از قبل، یعنی از بچگیشو، جوونیشو، ازدواج شروع میکنیم و کم کم مییم سمت ایور. خاله ای که داشت خاله ازدواج کرده. اول بگو چند سالتن؟ حالا ما متولد 44 متولد 44 دیگه تو الان 60 سالتن تقریبا، 59 سالتن. از بچه چی یاد میاد؟ از بچه خاله کره هرون ما بیم والا بخواه که بچه خاله اوسه دختر پسر تو هم بازی میکرده دیگه. شب که میشد سنگ بربرک میکرده، کویونگوشک میکرده، هیچ عیبی نبی، هیچ حرفی نبی. ایسه خاله دختر 3 ساله و بچه 2 ساله ام نمیکنی که بلش کنی خواه سیچه؟ والا همه چی سشویم به والا بخواه. اوسه خب ما پیر بیم هیچ سرمونه بیم والا همه بازی میکردیم با هم خرد چی داستان روزگاه. چند سالت بی که خاله چه کردید؟ خاله ما 18 سالم بی که ازدواج کردم. خب 18 سالم بی که ازدواج کردم، 20 ساله صاحب 2 فرزند شدم دیگه. دیدم که شوهرم خیلی از خاطرم میخوابی، خیلی از دوستش داشتم، خیلی از اونو دوست داشت، معتاد بی. چجوری باهاش آشنایی؟ رفتم آمد پسر عمن بی. ها بچه عمت بی؟ آره پسر عمن بی. آبدانی بی، لات آبدانی. لات آبادانی؟ آره لات آبدانی. والا آبدانی. بعد خود دیم تو 4 ساله من از جواب آورم. بعد 4 سال ازش جدا بایی؟ از جواب آورم. اومدم دیگه سی بابام درخواست دادم، گفتم بابا این پوینه درستن که پسر خواهرتنا اما ما نمیتونم دیگه باش زندگی کنم و اینا. میرفتن طرف زاهدان دیگه، همدان، کرج. خب ماشین میومد دم در. خب تا بشکه تروشیا، داخل بشکه تروشیا حالا ما ایسه یه حرفه هستم که میفهمم که چجوری چی میارن و میبرن. خب داخل بشکه تروشیا چی جاسازی میکرده مواد. باز باری داخل در ماشین رو باز میکردن، پیچه در ماشین رو باز میکردن، جاسازی لباس میکرده تمام از طرف بالا لباس میوردن اینا. با بیش میگفتم این کارو تو چه میکنی، یه وقتی حال میشی اینا. میگم نه هیچ حال نمیشم تو کار نبا، همه این نون ما. میگفتم هیچ وقت نون سیمو ایچیه که این نون نمیشه و اینا. خب تا یه روزی گذشت طرفه حدوده ساعت 10 بی ما دیمو با عمه داخل اتاق نشستیم و ناشته‌ای میخوردیم و اینا. یکی دم در زد رفتن در باز کردم تا 2 پاسبانه. مو 18 سالم بی اون نزدیک طرفه 40 دیگه. خاله 2 زن داشته؟ ها 2 زن داشت. زن شیرازی بی، زن اولی شیرازی بی. تو زن دومش بی؟ نه ما زن دوم که گفتم حالا میشه سیما امضا بکنی. خب ما نفهمیدم که بالای بلگه بخونم که این یا چه نوشته چه ننوشته. ما امضا کردم و این 2 رفته. اما گفت کی بود اومده؟ گفتم اما بالا یه 2 پاسبان اومده ده. میتونی بلگه امضا کنی؟ گفتم ها چرا نمیشه، ما امضا میکنم. امضاش کردم اینا. خب تا یه مدتی طول کشی، یه 10 هفته طول کشی. خب آقای بچه‌ها نومه خونه. نومه خونه. خب تا خواهر بزرگوش از گنابو اومد، خواهر بزرگوش از بوشهر، اینا همه اومده اصلی نیبی دور هم نشستیم و اینا. ایسا بینم خاله چه سرش برده با امضا. خب نشستیم و اینا جا انداختیم چوی و اینا خواهراش اینا همه نشستیم اینا. خب اینا نمیگفتن الان شوهر کوکان کجا، اینا کجا هستن؟ نگاه کن فاتی گفتم بله گو ای که اومده که امضا ازت گرا پرس نکردی، سوال نکردی که سیچه نیه اینا. گفتم نه اما ما سوال نگرفتم و اینا. همون در جا ما که گرام حرفون تو اونایی که زنگ دم در زیوی ما رفت دم در باز کردم. گو خواهر تو ثابت خود نمیتونی کنی، انده امضا گرفته متکم تو بان زندان. گفتم رفته زندان تا این 10 هفته این بدبخت زندان داره. تو امضا کردی اون رفت زندان؟ تا امضا تو از ما گرفته به ما امضا که کرده رفته به زندان. تا این با بچه‌های آبدانی ها و شیرازی ها ازگه شیرازی ها حرفش ها ببین اینا درگیری ها تا زندان چوتیچ کرده بین اینا. خب دیگه تا یه مدت هایی کشید شب کشی اوسه فیلم هندی بیناین و اتیا بیناین اینا. ما شبا که ساعت 1 میشه میرفتیم نگاه میکردیم اینا. خب ما بوشهر زندگی میکردی خاله؟ نگاه میکردیم اینا. خب خونه تو بوشهر بیده؟ خونه بوشهر بی سنگی نشسته بین فرودگاه.
ما رفتیم شب نشینی خونه خواهرش. ما جمع هم عروس خواهرش نشستیم اینا. گفت سیما گفت پاتی تو چه شیر خود هستی پروانه نی؟ گفتم نه مو شیر خودم هرگز تا او گوششه. گفتم نه ما هرگز شیر خودم سی پروانه نمیام. پروانه دخترت میبره؟ دخترم میبره. اسفان شوهر کرده. گفتم نمیام. گفتی چه نمیدی؟ گفتم سینم شکسته میشه خراب میشه بوشی تو میامد نمیام چی رو کتی. چقدر فکر خوشم میاد. ما اومدیم نشستیم سری فیلم هندی کردیم اندیم که بیایم خونه از همونجا غوری دل مازه تو یک سره نبیبه میگه مشیر خودم نمیام یعنی بشین که مشیر کوتی سی ای دختر بخرم همون گپ خوشاوی دیگه شیر سی ای دختر نخری. دختر امی چه دختر اینو خارجی چه سب سرخ سفید کسان ایسا همون خوابی خوشم قسمت شد یه اصفهانی. رفتیم خونه سی بابام گفتم بابا این زندگی سیما زندگی نمیشه بشیم کلونتری یک بی خیابون ششان به امن بی. ما رفتیم کلونتری شکایتش کردیم. خب با مامور و اینا واسمون رفتیم دم در با ماشین مامور و دولتی اینا واسمون رفتیم دم در. ما دیم یک کاری سر بابام و شیشه مشاوی واسه در بخت بابام فلون بیسار مو بچم میخوام زنم میخوام دوست دارم تو این کارو کوچی چه کردی؟ بابام گفت نه دیگه نمیخوام و هم دخترم گناه داره هم بچه به صد میفته بچه‌هاش گناه داره فلون اینا. دیگه ما اندازه 3 ماه دیگه ازمو خیلی فاصله داد که گفت شاید با هم درست تو اینا. گفتم دیگه نه دیگه ما نمیخوام اینا به خاطر دخترها خیلی از دخترام دوست داشتم اینا. خب دیگه برادر بزرگم عرض کنم دیگه ما از جدا بابیم. گفت یه روزی به روزا ببینمت تو خیابون و بوشهر یعنی نرمت میکنم اینا. تا یه روزی ما یه اوسه ایزگه براجونیا و اهرمیا و اینا همونجا بیم اونجا دی گو تا رفته سین مانی شد گفتهش مانی گفتهش بده گفت مانی ما فاتی گیم تو ایزگه ماشینا بنویسه ماده مینبوسا بیا اوسه پره ای تا مره ای تا ایچیا خاله نبیا مینبوسا بن اینا چشاش استیلمه کرده و پلون کرده و ایجور کرده و اینا بندر فاتی شوهر کرده بن اینا. خواهی چی طول نگفتیم و زنگ زن اینا نتو ازدواج کردی؟ گفتم نه. گفتیم میخوام برم که بشم نرمش کنم اما نزه اما گفتم گناه داره و پلون نبی سر اینا. خب دیگه ما اومیم خاله از جیا شدیم طلاق گرفتیم. دختران یکیش 10 سالش بی بزرگه 10 سالش بی کوچیکم 1 سال و خوردهش بی. دختر عمم بچه دار نوی کوچیکو برداشت خودش بزرگو پیش عمم خودش بی. کوچیکو دختر عمت برداشتش بزرگو پیش عمم خودش بی. پیش عمم خودش بی و اینا. خب دیگه بزرگا بی اینا دخترو چی سندش نبی. خب تو گفتی اینا به چه اینسی خوام؟ نه برداشتم گفتم چون تو روستا میفهمی فرهنگ روستا تا بوشهر فرق میکنه. گفتم دیگه این دخترها گناه داره. چون خوش تو روستا زندگی میکرد یعنی شوهر که کرده بی رفته بی سمت بوشهر. دیگه بعدم خدا رحمتش کنه با بچه‌های شیراز و عبدانی و اینا بره بیمارستان درگیری شده و اینا دیگه دعوا شده اینا چاکوش زدن اینا. شوهرت مرد یعنی کشتنش؟ کشتنش. کجا تو شیراز؟ نه بوشهر. تو بوشهر. آره. خاله الان از بچه‌هات خبر داری؟ از بچه‌ها اگه بگم که ما الان دختر خالم فقط یکیش دیدم. یکیشو ندیدم همون که اصفهانن خاله. پروانه. ما اون ندیدمش تا حالا. 2 تا پسر داره. یکیش به نام یکیش همسند حمید رضا. حمید داشتم. خب. یکیش هم کوچیک‌تر از حمید رضا. بچه‌هاش. تو خود نوات ندیدی؟ نه ندیدم اصلا ندیدم. آخرین باری که دختر دیدی کی بیاد؟ دختر پروانه گفته این مادره مردم شوهراشون معتادن که میرن تو کوچه ها میشینه پس کوچه ها میشینه و سر بچه‌هاشو بزرگ میکنه. این مادر نبین که ما بشیم طرفت ما ول کرده. یعنی خوش گفت نمیخوام بیام ببینمت. نمیخوام مادرم ببینم. بزرگه بله دختر بزرگه اطلاع داره میره. او گوتوان ای که الان کی اسمش؟ پروینی که میا خونم و اینا بعض وقتا. این بزرگوه.
گاهی اوقات پروین میاد میبینیمش و اینا، یعنی پیش ما خود زندگی نمیکنه، پیش خالم زندگی نمیکنه. حالا میگم که خاله الان کجا زندگی میکنه و اینا. خاله تو چه دخترات نوردی بر خود؟ نوردم پیش خودم، برای آینده شو گشتم. گفتم اونا آینده داشته باشن، چون که آینده خودم دیگه آینده نبی. گفتم تا اونا آینده داشته با داخل روستا نبیارم شو، که چون فرهنگ روستا تا شهر فرق میکنه. خاله چون خوش تو روستا زندگی میکنه. بعد خونه بواتینا، خونه شوهرت کجا بی؟ فرودگاه. ها تو فرودگاه بوشه. فرودگاه بوشه. بعد تو دخترات نوردی بر خود که تو شهر گوته وان. تو شهر زندگی کنن اینا. خیلی. دخترام نوردم. ایسه شغل خدا دولتی خدا اونا آینده‌ای دارن دیگه. تو شهر برن آینده‌ای دارن. روستا کجا، شهر کجا. الان خاله تو دلت میخواد دخترت که اصفهانن کموش بی؟ پروانه دلت میخواد ببینیش؟ دلم میخواد ببینمش، خیلی دلم میخواد ببینمش، چون که دیگه من طرفش نرفته که ببینمش و اینا عمر رب داشته با او دلش نمیخواد که مامانش ببینه و اینا. او اینجوره، او دل سنگین از مامانش. چند سال آخرین باری که دیش خاله چند سالش بی؟ آخرین بارم که دیامش در زمانی که ما از هم جدا شدیم، دختر عمم بزرگه گنابهی گفته بی که ما پروانه 1 سالش بیا، این خارجی 1 سالش بی تا سی خواهرش یکیش گفته تا ما پاتی پروانه بریم پیش مامانش گناه داره، تا مامانشو ببینه تا پلی بی 1 سالش بیا. اینا آورده به همه مامان خود واسطه وایی، مامان خود واسطه وایی گفت برو دمشو بده و سراشو که. ما رفتم، همی که گفتم شما به چه آورده تو جمع ما که ما به چه ببینم؟ ما اصلا هرگز به چه نمیخوام، شما که آمیتو از ما نکه کمک تو نکه و اینا. یعنی در جا همون سراشو کردم رفته دختر برداشت رفته در همون زمانو که پروانه ایسه صحابته تا پرزند ماشاءالله. خب حالا باور که یه 20 سالیه که ما پروانه ندیم. خاله فکر کنم بیشتر 20 سال بوا. نه 20 ساله. یعنی الان پروانه چند سالشن؟ پروانه خیلی کمه. پروانه کش نبی که ازدواج کرده. خب خاله تو چه نخواستی ببینیش؟ به خاطری دلسنگی داشتم ازشون، چون که ما از جدا شده بیم، اینو از جدا نشده بیم که اینا رفتن گفتن ما بشیم بزنه برادرمون براش درست کنیم. خب او با ما نساق معتادی فرونگی اونا بخواد که ما مکسرم و اینا. ها یعنی تو که از شوهرت جداوایی اونا خواستن بشن یه زن دیگه سی شوهرت بگیرن. زن برادرش. با زن برادرش ازدواج کنه و اینا. خب باز ولی ما بخاطر این باشی دلسنگی بهم ننایم که بیان داخل. دیگه بعد از اون سال من دیگه نومه چند سال. از کی خاله تو از کجا فهمی که پروانه گفته ما نمیخوام شما نیم ببینم؟ بهم گفته. کی گفت؟ آباجیش. آباجی دختر گوتوت. دختر بزرگو. گفتش. نمیفهم شاید الان اگر پروانه این فیلمو کو ببینه دلش بخواد. یعنی این واقعا سواله که آیا یه دختر میتونه به این فکر کنه که مادرش نبینه، یا اصلا برام سواله که چجوری یه نفر میتونه زندگی بکنه در صورتی که مادرش هم زنده باشه ولی نخواد یه بار حتی بیاد مامانش رو ببینه. حالا یعنی دیگه با خودشن دیگه، یعنی با خودشن. حالا اگه الان بیاد مثلا بخواد ببینیش تو میری سمتش یا دلت میخواد الان ببینیش؟ دلم خیلی میخواد ببینمش، والا. نمیفهم پروانه این فیلم کن ببینه یا نه. پروانه اگه این فیلم کن ببینی خالم مامانت دوست داره ببینه تت. والا خیلی دلم میخواد ببینم اینا. پروانه دخترام خودشون خیلی دیگه گفت مامان ما از ما جدا کبابی بعد عمر رب داشته با چی داشته با ما چون دلسنگی داشتم دیگه طرفشون نرفت. مطمئنا صحبت پروانه هم خیلی میتونه جالب باشه که چجوری این همه سال با اینکه میفهمید مامانش زنده است و هستش و کجا زندگی میکنه نیومد سمتش. مطمئنا صحبت او هم شنیدنیه. ای کاش تو دسترس بود و میتونستم باش حرف بزنم. خب بعد که جداوایی دیگه چه کردی؟ بعد که جداوایی هم خاله دیگه خیلی همسیمون هم جای که خونمو بی تو فرودگاه زن طلاق داده، زن مرده اومدن اینا. گفتم دیگه ما ازدواج نمی کنم
که بچه‌ام تو ذهنی بخورن اینا، که بگم مادرمو از پدرمو جدا بامه به خاطر دلش رفته. یا دیگه ما پا رو دلم نهادم به خاطر دخترم. چه جذاب. یعنی تو ازدواج نکردی؟ به خاطر بچه‌ام. به خاطر بچه‌ام که فردا نگه که مامان ما ول کرده رفته کوی دلش. چه جذاب. به خاطر دخترم. خیلی یعنی یه حرفا فقط از یه مادر برمیاد که یه همچین حرفایی بزنه. به خاطر دخترم پای دل خودم نرفتم. حالا الان میم ایورتر میگم الان تو این سنم خاله خواستگار داره. خاله تو خیلی هم قشنگ بیه یا نه؟ ما قشنگ عکسات آورده پی خود؟ ما تمام بچه‌های برات خاطر خوانده. جون والا بخورا ولی اینجوری نبیا والا. حالا عکسای خاله هن الانا. والا کسی بیا. بعد نشونتون میدم که خاله واقعا قشنگ بی، خیلی قشنگ بی. والا خاله تو خود بیه یا داییم خدا بیامرز با مامانم، یعنی 3 نفر بیدن که الان خاله است و مامان. یعنی ما از طایفه مامانم اینا فقط خاله رو میشناسم، یعنی هیچ کسی رو ما نمیشناسم. طایفه‌ای که ما داریم من هیچ کسی نداره، از شام بگی تا مدینه. خیلی طایفه بزرگی دارن. رفت آمد نی. آفرین، خیلی طایفه بزرگی دارن ولی خب رفت آمد ما نداریم با اونا. یعنی ما تنها کسی که از طایفه مامانم اینا میشناسم خالمه. خیلی جالبه. یعنی نه هیچکی کلا نه دایی خالم نه. از گنابه بگی، از اهواز بگی، از آبادان بگی، از شیراز بگی، تمام همه پسر عمه، خاله، دختر عمه، دایی، خاله همه داریم. اما چه پویده؟ بعد ما فقط خاله میشناسم. خب این داستان گذشته خاله بی. بریم یه سرخونه با بزرگم اینا بزنیم بعد برمیگردیم دوباره. حالا چطوره؟ علی سلامتی؟ میشناسیم خواه؟ جنابی سلام بزرگ تو معصوم و ویمی سرما خالم نیتونم باشد گفت نه بوی بالا دی مادی خب با بزرگ جون دلم خود معرفی کن. با بزرگ میشه خوش به یه شکل خاص معرفی میکن. بنده علی خادمی از قسمت گردان یکم گرهان یکم حاضر شدم برای نگران پست یک جبهه وظیفه‌ام حفظ بکنم سرنای پاسدارخونه کسانی را میام که طبق آیین‌نامه پادگانی حق داشته باشد. برای افسران پیشتم، برای دریزه‌داران نظر به راست نظر به چپ تعمیل دادم، تعمیل گرفتم. با بزرگ تو چه سالی رفتی سربازی؟ چه سالی رفتی سربازی؟ خیلی نزدیک 50 سال اونجین دادم. 50 سال پیش؟ 50 سال. یاد نمیاد دقیقا چه سالی بی؟ شاید هم بیشتر دیدم بگم. کجا خدمت کرده ای؟ کازون بویمو بگم. نگاه تو نمیخواه خواهی دوربین سلام کنی؟ بله خب سلام کن. پای که؟ به اینجا ای آره اسم بگو. حالا بکنه نه. سلام علیکم. سلام برم بسته نمیخواه کنه ما میشیسیم سواله مثلا ما خون وقتی تو خونه نشستیم کسی نیست و سرمون سر میشو یا سرمون تو گوشی میکنیم یا تو اینستا میگه یا سری تلویزیون میکنیم یا سری فیلم میکنیم یا کتاب میخونیم. بعد میشیسیم سوال این که مثلا نه ما با بزرگام کلا همین قدیم وقتی تو خونه تنها میشینن که نه تلویزیون یا نه اینستا یا نه فیلم و سر درس میکنن چه میکنه؟ با بزرگ جون دلم وقتی خودت تنها هستی تو خونه چه میکنی؟ سلامتی چه؟ خاله بیشتر خاله چی میگیره ما؟ سلامتی چه جون دلم؟ نوه تو خودم میرسه خاله حالا سر رو ماه خاله موقعی که ننو با بزرگ خوش تو خونه تنها هستن چی میکنن؟ نه بابا بزرگ مثل گوری برا دعوا میکنه. اینی گوری چه میگوه؟ گوری که دیوار سر بر میخوره نه بابا این میگو
یعنی بو کی آرا آرا بیا بکیش که نه سنگینه خربا بار والا این نه خواه بابا تو که کارش بود بخواه این میگو اون میگو والا این ما کار کاسی این نه تا خواه بابا زده با این دفعه سفر اومده بابا تو ننه هم دوست داری؟ ننه هم دوست داری؟ مرتب دوست داری؟ یه زمانی ایشی و سیما کی؟ ننه؟ ننه شو و سیما شوار خر شواکا و آورده شو ننه با خر آورده خونه تو؟ خر آورده نجا خونه ما رفت اونجا بغل مکستیش آوردم تو خونه منارده ننه تو با خر آوردن چه؟ تو سوار خر کردن آوردن جون تعریف کن ننسی تعریف کنه نه کاش که رو افتایم شپای خرس مرده سیچه ننه سیچه چیکه میبینی خورکوره مرده بابوزم خیلی گنگش کنه بابوزم تو خال هم داری جون خال تتو ششار نه تتو خال میره کجا تا؟ اینجا زیر پام کو نشون میره نشون الان میاد زمانی که او پای ما گرستشن بیا اینجا تر گرستشن زمانی که نقل قول مد نبیه بابزرگ نقل قول میزه بابوزرگ خالقو اکی سیدزه شهی معلی خواه رحمت شد شهین معلی شهی معلی باید بیرو براد داستانی که رفته بی قطر سمو تعریف میکنی؟ تعریف آقای که توی ما اینجا 18 نفر بین که رفت خب 18 نفر ما واسمون رفتیم بحرین کشنگ فاقده رفتیم بحرین خب بحرین باید دستکی موجود بناوید نه آلی قاچاقی رفته بیم باری کرده قاچاقی رفتیم ما تو کافونه تصویر خب یه مردی مثل گو اشتغال هنی کار میکنی یا نه خب گفتم ای اشتغال یکی هم مال برای خمون اونجا بید خب گفتم خب ما میشم اما تنها بخار گوشهیمون بینید کجا میشه درسته سیموش هم نگم او ما رفیقم میفهمه که تو این کار رو اینا درسته تو چه کاری بید؟ خب ما رفتیم گو اشتغال ما رفتیم تا تو یه هراری خب خب گو برا گفتم ما کشوا وقتی گفتم ما کشوا گو نعلت را بو خدا نعلت تبا یعنی تو کار نمی کنی یا رو برو سلام حالا رفیقم از همین دمهار مسئله که ما به سلام ما باشم ما خواهد رفیقم به همین بابزرگ تو سانسورش کردی خب اینا زشتن گپ میزیری چه؟ اونا شما آره نه باید هم فای چی میگونه نوام سانسور نکنه آره وقتی برای وقتی بکن تو برگه بلان اسمت کرده هرچی بابزرگ سانسور کرد نه توش تنگی چه نه ایسیما دست دردم نه میشه محبت داره البته محبتش بیشتر با یاسین رسیه با به چه مزدوش که برو ما خوردیم نمیدیم پیل رفته تو جیب ما بخوره کلا رفته تو جیب یاسین اینا خورده این کسی ما دست در نکنه نه ممنونم بابزار تو الان خود دیگه سخت رو میکنی سخت هم میده ولی پاتم خود درده و خیلی هم خوب بابزار دیگه پیرایه خود تو سیچه الان دیگه روزه میگیری و نماز میخونی به نظرت بس نی میگرد از سوا که بشم به جوا خود این هم به سوال عبادت کرده خود دیگه بس نی الان خود دیگه جون نهاری دیگه بشم به جوا خدا الان خب بابزار تو سختت نکن نه هیچ سختی خاله تو یه مدت مندی خونه ما عادت کردی و شلوغی الان که با بزرگ پاش دردن انده اینجا خود تنها هستی چی میکنی؟ اینجا چه بگم خمسان با یه رادیوی همینجوری از ساعت 7
با این رادیو برنامه سیم و واسطه گوش میگیرم خاله تا ساعتی که چه بود باشه خاله آره رفیق ما با این رادیو ما چه کنم که رفیقی سخن با جورا چه جونا خویسه چون برنامه داره چی بدون مثل عکسای میکنه بخواه همه دارم وارا بخواه که خاطره هم از قبل انقلاب دارید انقلاب یادت چه زمانی انقلاب های خمینی به ها اللهم صل علی بابا اسم خمینی واسه یه آرخونه بیکار اونو که خب او رسانه شاش میگه رسانه ایبرار دیر شمالی کارمون که گفت بلوکس انده خود ما پا کارون پاکش ترسیم رمزون شو ول که رمزون رفت خونه تفهم شو چه خون رمضان کی بیه رمزون خیرسن چی گرفتی کی بیه رمضان کی بیه پوچه داریم سال گرفتار بی اونجا سامال خست تهران یکی امال از خود عالم بگه چه کن گوله چطور دارم در باز کنم نزد نماز گرفته نمیگرد دل شکلا نمیگرد که این گره عیسا به بابا بزرگم خراب نکنید بامو کسی او گرم بامو او گرمی بود اللهم صل علی محمد یه مسجدی کنار خونه بابا بزرگم اینا من فکر کنم صدای بلندگوش و اینا میاد قبلی که بابا بزرگم پاش درد بگیره همیشه میرفت مسجد که من همیشه صدا میداد میگفت که تو دیگه خیلی پیریست چه میشی مسجد وقتی دیر میکنی ما نگران تیمت بازرگ حتما به کفشاش جفت کن رو خیلی و تندرستین خدا ری همه بکنی تا بر ما زن باروه نه حالا نه بارو از سال بارو واری ها تیره ماره تیره نگاه میاره تیره ماره تیره نگاه میاره زن نخشه نه خیلی خشه بسم الله الرحمن الرحیم خدایا فنا می‌بینیم به درگاه نادی آخی نادی گوری یا تو هم میموسه مخیره هم میام شما تو هم پی خاله میخواستیم خاله لاغر بینه استخونهش میزه تو کمرون منده یه دشه که صورتی همیرزا بیا اون پی خاله پر میگه دوباره باز باری کار خرابی تیمشه میکردم بالا بخواه که اندم سر خوراک اندم دو تا چینگه گوش نیم سه تا چینگه گوشتم کرده تو کاسه اوبر بعد دو تا چینگه هاتی سر گوش جمع تو بی که میزه غذاخوری داغل آشپزخونه بیزده تو پیریزه بعد نیفر جهت سرا واوی ما بیچوار تو خیابون عرام پوی برنه بو کام کرد بکی چه اینونو بربری یاسی دو پیلا گفتم عاشق پیله یاسی عاشق پیله چه پیل با این گرده گفتم یاسی بیا ای مزدور کسیف سیمی الان خونه زمین آمد نه بیا یاسی بیا پیلا واسه بیا برو مغازه و برو چیز باید بخر یاسین واقعا دست چون گره همین که دستش افتادی دست و مرخ پای پیدی ماشینا و ویر تو خیاب زه به خدا که سبحان ربی الحمد لله سبحان ربی استغفر الله سبحان ربی الحمد لله بحول الله قوت زمانی که
مانی تو کم ننبی خب تو کم ننبی بوار بره یه 2 سالی کشید 2 سال با بزرگ اینجا نبی 2 سال بیشتره که زنه ایسان که دی فرق دیارانده اشم دیارانده تا مردا یه شوی بلشو میکنه میگن ای وا یالا طلاق نه خب والا زنه بوسه دی وا من بوی آزری 2 سال و نیم تو بحرین و کویت و کتر بی بوسه که از بحرین کتر بهمه هر چیش میگه که مانی بشد برش که ماچشو کن که یعنی دخترمه مانی بواش نمیشیناد زرش میره نمیره بالا نریشو بلند یعنی ای تو اربابی برین بی بهنده نمیره و اینا ایسا خوردنه که شورش بخواه بشه اسلو کارو کن 15 پیرسیش باره بگو نه بلا مکن بابا خدا حافظ ما میشیم دیگه بشید دست خدا ادیاد خوبی کله مبارد خشندی تو حسین باید بدینید از مادیم ببر خشندی تو عزیزم باشه خب خاله تو دیگه بعدش ازدواج نکردی؟ نه دیگه به خاطر دخترم گذشت تا زمانی که پاری دل نهادم به خاطر دخترم تا زمانی که موقعی که بوام اومد خواستگاری مانی داره تو یادن؟ یادم یا خب تو از کی اومدی خونه؟ بابات وقتی میومد خواستگاری مانی عرق چه پیشنیش در میرفت روزنامه تو دستش 20 ساعت یک از بوشهر بدبخت نمیومد اهرام میومد اونجا خونه بدبخت والا بخدا کرد خاله از یعنی موقعی که ما یاسین دنیا اومدیم خاله گهگاه میومد خونه ما مرتب دیگه ما خیلی خاله دوست داشتیم خاله زیاد دوست داشتیم هر وقت مثلا میرفتیم خونه آقا مینا میگفتیم که خاله تو حتما باید بیای خونه ما خب یاسین گیریخ نه خاله تو باید بیای خونه ما دیگه ما خاله پی خود میوردیم اینجا کمتر از نسبت به الان میومد ولی خب میومد تا که دیگه معصومه و حمیدرضا که دنیا اومدن دیگه خاله همیشه اینجا بود دیگه معمولا بیشتر اوقات و زیاد اینجا بود دیگه بعدش هم که دیگه با هم رحمت خدا رفت دیگه خاله کلن اینجا بود یعنی کلن پیش ما زندگی میکرد فقط پنجشنبه جمعه ها میرفت ولات سری میزد و برمیگشت تا الان که شیفت برعکس شده الان که با بزرگم پاش دردن شیفت خاله برعکس شده یعنی میره اونجا و پنجشنبه جمعه ها میاد اینجا خاله خیلی با شلوغی عادت کرده ای خونه ما خیلی شلوغه یعنی شبا کلن روزا همیشه رفقا ما اینا رفت آمد زیاد دارن اینجا تو به شلوغی عادت کرده ای آره بعد اونجا نمیتونم تحملش بکردیم الان وقتی میره ولات خسته شه ما اونجا مثل مرغا 3 ساعت نه خاموشی و اینجا مثل ساعت 2-3 میخوسیم بالا بخدا اونجا هرچی با خاله دیگه شلوغی کجا خلوتی دچار کسی نکن دچار گرگ و کاون نکن الان خاله اونجا که اولی بگم بچه ها خیلی خاله دوست دارن یعنی رفیقای ما که میان اینجا نه فقط رفیقام کلا هر کی که مو میشناسه و خاله رو مثلا گاهی اوقات با خامجه میبرم به واسطه راحتی خاله خیلی راحته یعنی کار نداره طرف مقابلش که سری باش رفیق میشه سری باش راحت میشه ما یه استادی داشتیم ما قرار بود برای عصر جدید یه فیلم بگیرم بفرستم سال آخرش بود که متاسفانه بعدش دیگه حالا فشانس ما بی که نشد دیگه حالا بعدش عصر جدید اجرا بره و اینا ما 2 تا از استادامو دعوت کردیم میان خونمون که متن استندآپ بنویسیم خالیاتن که تو هیئت نشسته بیم خب این استادا یه بروبیایی دارن بچه‌ها جلوشون دلار راست میشن خم میشن سلام علیکم میگن یه ابهتی دارن بعد خاله کار نداره طرف مقابل کیه خاله راحته ای که میگم یه آیسان اسلامی سی خوش دقیقاً سر هم چیزه کوه جا بگیر معصوم درمی سر جاشه کادش درسته خب خاله یادت چیزی استادم گفتی بله یادت چیزیش گفتی آره چه گفتی صاحب دم ایدی بی
و پی مغروب هم بی ما نشسته بیم تو حیات، خاله تو حیات نشسته بی. استادام بودم در زدن اومدن داخل، حالا ما اسمش هم نمیارم، اومدن داخل. خاله چطور گفتی؟ گفتش سال نود مبارک. گفتم خب سه چرا دیگه بدبخت ماه ترزه که نیست میچاره که چه بگو اونی میفهمید که ما بالا یعنی قشنگ اوه گفت آفز. گفتم خب خالم دیگه راحته، با همه همین شکلیه. خاله تو چی با همه یه هم راحتی؟ ما دیگه بچه ها همه دوستم داره از همه جا، مثل بچه های خودم مثلا مثل دختره خودم مثلا اینا والا باشو دیگه صدمه نیست اینا. والا هر جا میرم تو بازار تو بوشهر اینا هر جا میشه خاله ما خب بالا اونا نمیشناسم. خاله سلام، خاله خوبی، خاله سلامتی، خاله اینجوری هستی. خب میفهمین از کجا تو میشناسن؟ همون فیلمی بی که مال احمدی نژاد پخشایی ها دیگه از اونجا تو میشناسن. دیگه بعد تو خاله قهر خوش نفهمیم به خدا. اگه قهر خوش فهمی و همون موقع که فیلمش پخشایی بیا میومد تو اینستا الان دیگه 1 میلیون فالووری حداقل سی خوش داشت، همه میشناسنش. بعد میاد خونه میگه آفز این ما گرفتیم، میگه تو خاله ابوالفضل. میگم ها خاله ابوالفضل. اما خب نمیشناختم. چون خاله اونا تو میشناسن. اما بگو چه سرم آورده نه چه کره اخوامم نگو بری سیا بابا. یکی از دلایلی که خاله نمیومد جلوی دوربین همین بود. مثلا میگفت ما میشم ولات امول و شهروسی میگن که همسایش گذونا تو چه میشه جلوی دوربین آبرو مات بردن فلانم بیزارن. استوری بود که خالم داشت در مورد کاندیداتوریش توی ریاست جمهوری صحبت می‌کرد. دیگه پخش شد که رفت ولات خاله مینا رسید بود همسایه مانی مینا آقا مینا. بعد مانی گفت بگو چه کردی؟ گفت نه این چه بگو چه کار همین زنی همسایه واسه این پیام میاد. پیخان گفتم بخشاوه نهمال فاطمه حالا امین نجات خواهیم خویه خیلی هم خوبه. نه درستش گفتم. چه کاری فاطمه وقتی توی یه خاله داریم او حالا یا چه دست در نکنه تینا برفت باشه گناه شوی و فاطمه و یکی دیگه هم اسم بزنید. سلام چطوری حالت خوبه؟ سلامتی؟ نمازت قبول. زن احمدی نژاد چطوره؟ اون اختم بچه حریمی ها سرت شیره بماله میخواد دیگه 45 تا زن احمدی نژاد آینه. حالا اگه الان این فیلمو کو ببینن اوسه چه میگوه؟ خدا کنم میبینم. خلاصه رفیقام خیلی خاله دوست داشتن و اینا و الان هم که مثلا خاله نیستش منتظر میمونه که پنجشنبه جمعه خاله بیاد که بخوان بیان ببیننش و اینا. قشنگ یه زیارتگاهی انسی خوش. این خاله مهربونن و همه دوستش دارن. خاله تو تا حالا بیمارستان هم رفتی؟ بیمارستان نیستی به گل بکوه نکن خاله تو دوم دنیا والا بخیاته یه بار شکر. خاله کلا تو عمرش یه بار رفته بیمارستان. یعنی او همون باری هم که رفت شانس آورد. یعنی خدا خوش زهش زمین که خاله برسه با بیمارستان. چون موقعی که رفتیم دکتر گفت هیچی تو لارش نیست، هیچ خینی نداره، ایستی چه نبیه مثلا با چه زنده. خاله خود تعریف میکنیم. خب دکتر سیموش میگفت نه از همون موقعی که افتادی. موقعی که افتادم تو بودی با دوستت داخل حیاط روز ایام فاطمه زهرا بود. خب ما همینجوری شب بارون زده بی ما نفهمیم تا بارو که زدم همینجوری که پانه هم برگه درختم پام لیست خورد افتادم. ما افتادم گریه کردم. او دوستت میگو برو ابوالفضل خالت بلند که گناه داره، خالت افتاده خورده زمین جایی که از تا خنده نه خالم خودش سیاستم میکنه، خالم هیچ جای دردون بده. باور نمیکنم که مثلا افتاده واقعا چی شه. بعدی که دوستت اومد زیر بغل ما گرفت تا پای ما دومم نمیاد. بعد زنگ زده سی مانید از یارو اومد که ناراحت دی گفت تو یکد میگفتم یکد نگرد زور نخور رفت نخور. خیلی مانیم جلش کرده خیلی. خب خالم تو که عادت داره اصلا نمیتونی یه جا بشینه حتما بر رفت بخور. این چیزو که خیلی عادیه. ما همیشه سر سیامیه با ما دوام کم چاش سر سیانه که سر این چیزو کو هم روزا ما کمرم درد میگه به شدت زیاد. ای ابوالفضل منو بغل که ای نات گاری ای باد ای آوا ازش ویلچر نه. همون روزی که خاله افتاد ما خاله بغل کردم نامشت ماشین بردمش بیمارستان عکس گرفتیم و گشتیم و اینا. بعد هیچی دکتر گفت که بابر عمل کنه و اینا. خاله گفت نه ما عمل نمی‌کنم ما زلم میشو از عمل و اینا. گفتم نه خاله دیگه مجبوریم بابیشی
عمل کنی و اینا. تو خالص چه زلت از عمل میرفت؟ ما میترسیم. بعد ما بردن گفت بعد بشی سونگراپی. ما بردن گفت بعد بری سونگراپی به خاطر که ای کنی و اینا. گفتش تو اصلا یه جوری حسی که ما نیفهمم تو چیسی. گفتم تو ای بلکوا. گفتم حالا پسرن یا دخترن. گویی این خیال شه میخواد بره خانم انگیتا که همه هرسی سپتر والا بخدا که گفتن که بعد خاله خین بزه، یعنی خین باش اضاف کنن. خاله سرسه بابایی که من که نه ما خین نمیخوام بزنم. خین کسی بی برای خین مردان اینا. آفرین. دقیقا همین میگفت که این خینا مال یکی دیگر و ببرم چه بلن که اینا بخواه کنن داخل لارو ما. جمع کسی بی. چند تا کیسه خین ذهنت خاله؟ 3 تا. بال 3 تا ده. اصلا یعنی تا تو 50 که رسیم یه استامینی پون اینو خورده برم که خوردم زمین پساوی خوردم دیگه. والا بخورم پرازدارا که میومن یک کاری سر پرازدارا میوردم که خود تعریف که چیزش میوردی پرازدارا شبن که دیگه اصلا نشون 5 دقیقه از اون بارز نو بیدن. والا بعد یکی بلندم روزی که رفت بندم خونه گفت اصلا تمام ای اتاقو دیگه برای ما دیگه ما نمیتونیم بریم داخلش تو نیستی و اینا. یکی دیگه بی بادواری دختری بی او هفته بعد تصادفش کرده اون نومزاد بی. نومزاد چیش میواستی اول میناستیم و گو اول بذارم برای آبادی یکی بس این نومزاد. گفتم نه اول بس این نومزاد بعد سیما. بعد وقتی من دیگه فشارم میگردم مو پشون بگردم. بعد وقتا میگو اجم مریضی تو آوردن ها ما تا حالا داخل بیمارستان سر کرده این مریضی کن مونه دیگه نیمه. بوی بعدن که ما نورو تو بیمارستان بیم دیگه واقعا که از مادرم یونتر به جمعم خیلی دوستش داشتم خاله خیلی با همه راحته. گفتم خب بعد پسی دخترها میگفتم میفهمی که میگفتم کسی بگری تو که تو ته دل تو بو این نیست یه روزه 2 روزه نه. میگو خب مادر اینجا نجاشن این حرفاسی ما میزنی پسرها مندی فشار ما میگه. میگفتم یه زنی بگیری تو که کنی و بفهمی که پایی که کردن. میگو اجا مایریه یعنی این پسرها و این پرزدارا دخترها دیگه برام جمع ماوه مثل دختر پسرها با خدا که خیلی ها سیم خرش گذشت اونا خرش گذشت. خاله روز آخر خسته شدید دیگه از بیمارستان یعنی دیگه خیلی مظلوم. یا اولو شیطون ای خاله بیو خاله سیمختی خاله نممه دکتر من هر روز سیما زنگ میزه آفزمه دنبال خیلی بعضا و مظلوم هم میگفت آفزمه دنبالم خسته مایه دیگه نمیتونم ما اینا. گفتم من خب دکترم گفته بعد ویسه که 2-3 روز اینجا. من خاله امشو میام مثلا صبح میام بعد میگفتم هی نویمو. روز آخری که رفتم دنبال مظلوم اینجوری تخت نشسته ابوالفضل بیو ببرم نه مخصم نامون نمیتونه ما. گفتم که خاله انم برمد گفت راستیته اندهی ببریم والا نصیب کسی شار جایی والا نصیب کسی نکن خاله والا. حالا جالب اینجا خب اون روزا ما کمرم درد میکرد. ما خاله انداختم با این کمر دردم گلش میگرفتم که من سنگین هم میشه نه مینامش کمرام مینام داخل ماشین دوباره گلش میگرفتم میوردمش خونه. صبح یعنی 2-3 روز بعدش دوباره ننم افتاد دست ششکه بعدش آقام پاش درده. خب ما همش با این کمر درد اینا گلوول میکردم. اتفاق جالبی که افتاد چه بی ما این همه اینا گلوول کردم بعد رفتم تو خونه خورد و خسته نشستم خونه آقا مینا یاسینم بیره من نشستی. بعد دیونه نه آقام گفت که عزیزم چه یاسین و مظلومن بیخان مانیما بیخان سواد دست یاسین بگی بیارش این خونه کو بزنیم به نام یاسین. ما که من خواهم لط کردم من داغونم خونه گیر یاسینمه. اما آقام با خالم یعنی آقامون نه با خالم خیلی مهربونه یعنی دست به پیلشون خیلی زیاد. یعنی تو همین حالت عادی خدایش خاله خیلی مهربونه همینجوری معصومه از اونجا واسه ایجوری میگه از همون بچگی ها مثلا خاله میگفت که آفز یاسین ای بنزم سیشون میخری ای چیم سیشون میخری والا بنزم اوسه ارزون بی بنز تریری از ماشین خارجی ها 3
سی آبولو میخری. خلاصه ما مثلا خاله میگفت که اول فصل تو دشکا جمع کن، ما مثلا موقع 500 تومن خیلی مثلا 500 تومن آبولو خواهی یاسین من خب عاشق پیل به عاشق پیلا یا مثلا لباساتو جمع کنیم ما این کارم. همین الانش همین شکلی ها، یعنی همین الانش مثلا میگه که اول فصل میری باشگاه، میگم آره، میگم بیا 1 تومن 2 تومن شماره کارتت بده تا سیت انتقال بدم. حالا من کلو اینا مثلا میگو که من اصلا تو میخوام بری شیراز، میگم آره، خب بیا از 1 تومن 2 تومن کو به خود ببر شیراز. 4 تومن ده یه تن. ها میگو این دفعه میخواد 4 تومن، خاله میخواد 4 تومن هایش. والا دخترم. خلاصه خیلی حالا رفتیم کجا، یه فیلمی گرفتم خو اینم اینا میبینین که چجوری ننم همینجوری پیل میده. خاله یادت رفتیم بری دکتر با واکر رفتیم برش چه چیزی گفتی؟ تعریف کن. والا خاله خسته شده. خب بعدی که از بیمارستان مرخصی بودیم نمیتونست روکو کلا مینشست ری زمین، بعد اینجوری سر میکرد دیگه خسته شده بی. بار آخر رفتیم بره دکتر. خاله چیزی دکتر گفتی؟ والا خب من رفتیم بره دکتر. ما بعد اینجا بسیم اجرا کنم چی تو. رفتیم بره دکتر خیلی مظلوم. از خداش بگو مثلا دکتر تیش بگو که آقا تو این واکر هانه کنار. بعد گفت که آی دکتر به خودم خیلی خسته ما دیگه میخوای واکر هم کنار بگو رو ما دیگه خسته ما به اینا. این دسام بخواب مال شی زمین ترنده همشو دسام صاف آیه و اینا. دکتر گفت خاله جان اشکال نداره، دست صاف شده دیگه اشکالی نداره. خاله گفت آی دکتر هاره دسام هیچی دیگه همیشه بعد بلند دستم ری واکر مثلا مخالصم هم دکتر واکر هم گرفته. دکتر گفت که یعنی خاله گفت دکتر سی کیف دستام کو صافایه هیچ چیزی نمونده. دکتر گفت که اشکال نداره ازم کیف دست دیگه. یو خالم گفت خب آی دکتر حالا دستم هیچی دست کو صافایه. دکتر ایق خندی. حالا تو به خاطری که خیلی آرام زندگی کرده کمتر میرفتی حالا سمت چهتل تایی که الان با بزرگ پاش دردنده بیشتر میشی چهتل. دخترا گفتی میبینند نمیشناسند. دختره جدید ولات تو دختره ولات اصلا خالی نمیشناسه راهنمایی ها. ما این هفته گذشته که رفتم مغازه ای ولات کم میشم نموی ها اینا. درست. رفتم مغازه ای دخترها این بود ای کیه او کیه گفتم این بلوچی نیستم. گفتم بلوچی نیستم از رد دریه او شوار نسیم اینجا توی ایزم میزم گیر برنم اندم بیار سر نور باستینو. نه خاله بلا درات بگو. گفتم خاله بلا دست چند بکشی ها. گفتم دخترها همه تو دستم زیر تو شوراتو بمیره خان شوری همه تو دست چند میکشی تو یا نه. گفت خاله بلا دی خاله خشیه دی خاله بلا خاله خشیه خاله بلا تو کجا بی. گفتم خاله تو خرش بین اما خاله بر شما نبین جای دیگه بین و اینا بین. خاله تو الان هم سید خواستگار هنده واسه چه شوهر نمی‌کنی؟ همین چند وقت پیش اینا فرض می‌گم فرض دور سرت بگردن دیگه مرد پیری میخواله جوونا هستن میسن دیگه پیرا دیگه والا بخدا. خواستی چه خاله چه الان چه نمی‌کنی؟ پیرا دیگه اینا سرپرسته دیگه برنامه سرپرسته دیگه مالی نیست دیگه چه دیگه شرکتی نداره. والا دیگه هیچ حرکتی نه جوونا حرکت نداره دیگه پیرا دیگه حرکت دیگه شرکو خرخام نمی‌کنه. یه شعری خاله می‌خوندی یا چه بی؟ چه خشنشی کنی با مرد پیری سرشون غرتت بده وقتش بگیری. چه خشنشی کنی با مرد دکاره سرشون غرتت بده تا پای ستاره. خب یعنی چه خاله شعرش؟ یعنی شعرها معنیش اینه دیگه این مرد پیر دیگه غرتت میده تا پای ستاره دیگه هیچ کاری دیگه مالی نیستن دیگه فقط خالده خوبه. دیگه خاله تو شما قبلی که بخوتی با چه فکر میکنی؟ با همه چی فکر میکنه خاله. مثلا چه؟ فکر میکنم میگم خوی یا اگه شوهر کرده بی یکی برس خیتیه بی نخواد تنها بی این فکر خاله. والا اینجوری والا خود تنها نگی. من گفتم الان میگو خود تنها نگی زندگی فکر میکنم و وقتی فکر میکنم و خوراک زورم فکر میکنم اینجوری. شما تیمیستی کمکو شما ما رو کمکو هستی. والا خاله الان دوباره تو که میشی چهتل دلت اینجا هم تنگه ایمو؟ دلم حتما دیگه تنگه ایمه معلومه دیگه. خاله یه گوشی داره بعد بخواه که میگم بچه یه گوشی دارم پاک زنگ میزنم سی بچه ها دیگه یکیش میگم ای دارم فرافر درست میکنم
یکی داره میگو مرخ کباب میکنم آمودش هم بیشتر بالا بخدا که بالا. خاله گپی با بچه ها نیاری؟ هرکی با بچه ها دارم. چه داری؟ خب هرکی دارم بچه ها زن بگیری. خاله بیا که با دوربین یکی حرف بزن، با دوربین یکی. بچه ها زن بگیری بی زن مگردی، هرکی راه دورتره ره بگی وای چپ ره مگی وای هرچی که خرج تو بیشتره زهره تو شی زن نشه. زن خو چی بینو زن خو نوام بده زن مثل ای باردنا مثل نیشش مثل نیشه 1000 پا باردن ای 1000 پا. خاله ایسه نریم زن بگیری از زن ایسه خاله نظرت راجع بشو چه؟ زن ایسه این فرچه زن ایسه کسی امن نمیکن بشه دیگه. سی چه؟ 1000 تا دوست داره با خدا. زن ایسه با دوست پسر دارم ما خود دارم نیم پای دوست پسر چیه دوست دختر که چی کیه اون موقع ما کو کسی نمی‌کنم رو دوست داری ایسه حالا ما نمی‌فهمم میگه این دوست دختر چه اون دوست پسر با یکی دیگه ازدواج می‌کنم یکی دیگه. خب خاله حالا ما چجوری زن میگیرم اینجوری؟ ما چجوری زن میگیرم اینجوری؟ خب دیگه بیزن نمی‌بینیم دیگه. چه بیزن نمی‌بینیم؟ نمی‌بینیم اصلا نمی‌بینیم و هم بعد درختی بکاره که میوهش بخور. والسلام. مرسی که خاله قبول کردی بعد 6 سال بیای جلو دوربین. والا ها بعد 6 سال بیام جلو دوربین. با خدا. الان تو فکر این نیستی که امول و شهرو فیلمت ببینن؟ امول شهرو نه میشه شد. اوه امول شهرو نه دارم میشه شد. خاله این گلوکو اسپانسرمون شکوفه گیلاس. این سیتو درست کرده و گفت که ما بیام تقدیمتو کنم. دستش درد نکنه گل با خوشنگل با خاله گل با خوشنگل با ایشالله دستش درد نکنه زنده با ایشالله هر آرزوی بردلشن برآورده بشه هر مشکلی که داره برطرف بشه. خاله سی بچه ها بگو که چنل یوتیوب اولفست سابسکرایب کنین. بگو چنل یوتیوب اولفست سابسکرایب کنین. خاله هنگ بگو سابسکرایب کنین. سابسکرایب کنین. بگو اگه از ویدئوی ما خوشتون اومد از ویدیو ما بگو اگه از اپیزود اول خوشتون اومد اگر از اپیزود اول خوشتون اومد از اپیزود یا خوشتون اومد چنل آقا خودتون اگه خوشتون اومد چنل من سابسکرایب کنین، من رو به دوستاتون معرفی کنین. امیدوارم که از ویدیو اول لذت برده باشین و بتونم حالا با یه شرایط سختی من اینا رو ضبط کردم. امیدوارم که مورد پسندتون واقع شده باشه. خاله خیلی صحبتاشو سانسور کرد، یعنی اونایی که خاله میشناسن میفهمن خاله چه زبونی داره. زشته یه بار یه حرفای زشته ما بگم خودتو بیایی تو جمعم همه چیزی تو میگم خودتو بیایی تو بالا همه چیزی تو میگم بالا جلوی دوربین برش نخشن جلوی جمعم نخشن بیاین برش جدا از این که کلامی با تو شوخی میکنه شوخی میگم که چه کاری کنه بالا شرط کرد با ما گفت فقط از میام جلو دوربین بعد همه چی نمیگم. گفتم اشکال نداره تو بیا. مرسی که با ما همراه بودین، ممنونم ازتون و همین دیگه.